در مقابل مهربانی های پروردگارم شما هم یک بار بخوانید. داستان خیلی زیباست. مرد ساده چوپان شخص ثروتمندی بود و هر روز در مقابل چوپانی اش 5 درهم از او دریافت می کرد. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش گفت: می خواهم گوسفندانم را بفروشم، چون می خواهم به مسافرت بروم و نیازی به نگهداری گوسفند و چوپان ندارم و می خواهم مزدت را نیز بپردازم. پول زیادی به چوپان داد، اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندکی خیش را که هر روز در مقابل چوپانی اش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است ترجیح می داد. چون در مقابل حیرت زدگی صاحب گوسفندان مزد اندک خیش را که 5 درهم بود دریافت کرد و به سوی خانه اش رفت. چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کاری می گشت، اما شغل پیدا نکرد، ولی پول اندک چوپانی اش را نگه داشت و خرج نکرد به امید اینکه روزی به کارش آید. در آن دهه که چوپان زندگی می کرد مردی تاجری بود که مردم پولشان را به امید دادند تا به همراه کاروان تجارتی خویش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او دادند و کالای مورد نیاز خویش را از او طلب کردند. چوپان هم به این فکر افتاد که 5 درهمش را به او بدهد تا برایش چیزی سودمندی خرید کند. لذا او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته بودند رفت. هنگامی که مردم از پیش تاجر رفتند، چوپان 5 درهم خیش را به او داد. تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با 5 درهم چه چیزی می توان خرید؟ چوپان گفت: آن را با خودت ببر، هر چیزی 5 درهم دیدی برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من به نزد تاجران بزرگ می روم و آنان هیچ چیز را به 5 درهم نمی فروشند. آنان چیزهای گران قیمت می فروشند. اما چوپان بسیار اصرار کرد و در پی اصرار وی تاجر خواسته اش را پذیرفت. تاجر برای انجام تجارتش به مقصدی که داشت رسید و مطابق خواسته های هر یکی از کسانی که پول به او داده بودند گفته های آنان را خریداری کرد. هنگامی برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود، بجز 5 درهم چوپان چیزی باقی نمانده بود و بجز یک گربه چاق چیز دیگری که 5 درهم ارزش داشته باشد نیافت که برای آن چوپان خریداری کند. صاحب آن گربه می‌خواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجر آن را به حساب چوپان خرید و به سوی شهرش برمیگشت. در مسیر بازگشت از میان دیهه گذشت، خواست مقداری در آن دیهه استراحت کند. هنگامی که داخل دیهه شد، مردم دیهه گربه را دیدند و از تاجر خواستند که آن گربه را به آنان بفروشد. تاجر از اصرار مردم دیهه برای خریدن گربه از وی حیران زده شده بود. از آنان پرسید: دلیل اصرارتون برای خریدن این گربه چیست؟ مردم دیهه گفتند: ما از دست موش‌هایی که همه زراعت‌های ما را می‌خورند مورد فشار قرار گرفته ایم که چیزی برای ما باقی نمی‌گذارند و مدت طولانی است که به دنبال یک گربه هستیم تا برای از بین بردن موش‌ها. آنان برای خریدن آن گربه از تاجر به مقدار وزن آن گربه طلا اعلام آمادگی کردند. هنگامی که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، به خواسته های آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طلا بفروشد. چنین شد و تاجر به شهر خویش برگشت. مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی را به صاحبش داد تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر به او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن 5 درهم را به او بگوید
که آن را از کجا به دست آورده است. چوپان از پرسش های تاجر تعجب کرد، اما داستان را به طور کامل برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد، در حالی که گریه می کرد و می گفت خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد، چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر از آن رضایت ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و آن طلاها را به او داد. این معنی روزی حلال است. الها ما را به آنچه به ما دادی قانع گردان و در آنچه به ما عطا فرموده ای برکت قرار بده. و السلام علیکم.